به نام خدایی که نظم را در اعداد، زیبایی را در هندسه و معنا را در رابطه معلم و شاگرد جاری ساخت. سلام، حالتون چطوره؟ به درس نگار خوش اومدید. در این بخش میخوایم در ادامه مباحث قبلی در مورد یکی دیگه از نکات ساده اما کاربردی برای معلمان در خصوص بدو ورود به کلاس درس صحبت کنیم. موضوعی که میخوایم بهش بپردازیم و نکته آخر از نکات شروع کلاس داریمونه قانونگذاری مشارکتی هست. در همون جلسه اول با مشورت دانش آموزان قوانین کلاس رو بنویسیم و روی تابلو اعلانات کلاس نصب کنیم. اجازه بدیم همه دانش آموزا زیر قوانین نوشته شده رو با اسم خودشون امضا کنن. این کار حس مسئولیت پذیری، تعلق و احترام به قوانین کلاس رو تقویت میکنه. البته توجه کنید که قوانین کوتاه، واضح و مثبت‌نگر و قابل اجرا باشن. برای رعایت بهتر قوانین میتونیم نام دانش آموزانی که در یک هفته به همه قوانین پایبند بودن رو به خاطر بسپاریم و با هدیه یا کارت امتیاز تشویقشون کنیم تا بقیه دانش آموزا هم ترغیب به رعایت همه قوانین کلاس بشن. و حرف آخر، همکاران عزیز، امیدوارم این نکات چراغی هر چند کوچک در مسیر روشن کلاسداری شما باشند و گامی برای ساختن کلاس‌هایی سرشار از یادگیری و آرامش. عزیزان، ما فقط معلم نیستیم، ما معماران آینده ایم. هر کلمه‌ای که میگوییم، هر نگاهی که میکنیم و هر برخوردی که داریم میتونه مسیر زندگی یک دانش آموزو تغییر بده. با اعتماد به نفس وارد بشید، با عشق تدریس کنید و با خرد هدایت کنید. سال تحصیلی جدید فرصتی است برای ساختن، شکوفا کردن و جاودانه شدن در ذهن نسل آینده. باشد که کلاس‌های ما آغازی باشند برای روییدن فرداهایی روشن. خدا نگهدارتون.